بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي بعث الانبیاء والرسول للهدایة العباد و افضل السلام و اتم السلام على رسوله محمد خاتم الانبیاء والمرسلین حب القلوب و شفائها محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه و ازواجه و ذریاته و بارک و سلم علیه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. اولا الحمدلله به شما عزیزان دیدار یکدیگر دیدن خداوند مناسب دید. بسیار انشاءالله خدا خواهد ما شکرگزار هستیم که این روز در این خانه خدا مهمان الهی هستیم و به شما عزیزان اولا انشاءالله دیدار یکدیگر. الحمدلله به عدد شکر آنچه وقت شد و شما هم صحبت نشده بودیم. الحمدلله امروز طبق خدا خواهد انشاءالله بالا راه برا انشاءالله جمعه گذشته زنگ زدشتی بود، منتم به وقت شد. خدا خواهد هفته دیگر وعده کردم، وعده موافق انشاءالله خدا خواهد به شما عزیزان امروز یک ساعت مقرری انشاءالله خدا خواهد عزیزان من هم صحبت میشیم. با دو سوال مراجعت کردگی هستند قوم انشاءالله خدا خواهد. ما در یوتیوب کانال داریم الحمدلله. از بسیار موضوع ها جاهای ضروری انشاءالله سوال ها میشد. موافق همون سوال ها انشاءالله خدا خواهد جواب میتیم. در روز پخشی خدا خواهد صحبت ما 3 سوال است. یکی انشاءالله خدا خواهد دوش در تعزیه وابسته، در میت گریستن. یکی دیگرش انشاءالله 20 و 40 کردن و یکی دیگرش اسرافکاری. 3 موضوع نقصه باشدم 10-15 منوتی انشاءالله خدا خواهد با یاردم الله سبحانه و تعالی، اگر خداوند زبانی برادیت خودش مددگار باشد انشاءالله خودش کشایشتیت با شما انشاءالله صحبت میکنیم. شاعر میگد یادی حق کن تا که حق یادت کند، بندگی کن تا که آزادت کند، صحبتی صالح تو را صالح کند، صحبتی طالح تو را طالح کند. یادی حق که میگد کجای باشین انشاءالله خدا خواهد عزیزان من دائما در یادی حق باشین انشاءالله الله در یادی ما و شما است. خدا در چندین قرآن کریم سوره های مبارکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سوره بقره فاذکرونی اذکرکم، خدا میگه بس من یاد کنه من شما را یاد میکنم انشاءالله خدا خواهد. یاد کردن الله نه یک به زبان نه به یک تسبیح بلکه به 5 وقت نماز خوندن میشد عزیزان من. 5 وقت نماز انشاءالله خدا خواهد کاملا پررن انشاءالله خدا خواهد بجا بیاریم. فرمان خدا را کی ما میکنیم؟ همون وقتی که لبیک گویم انشاءالله خدا خواهد. یعنی 5 وقت نماز به کموکوس به یگان کمبودی به نقصان چیکار کنیم انشاءالله خدا خواهد؟ ادا کنیم انشاءالله خدا خواهد. همین است فرمان خدا بهترین و پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بهترین فرمانش که رسول الله گفتن که خداوند 3 چیز دوست می‌دارد، 3 چیز بسیار به محبت دوست می‌دارد. یکی گفتن الصلاة لوقتها، نماز در وقتش ادا کردن خدا دوست می‌دارد. اگر خواهی که بنده خدا شوی امت محمد صلی الله علیه و سلم شوی باید که 5 وقت نماز در وقتش ادا کنی. و دیگرش بیرالوالدین پدر و مادر نه خدمت کردن الله دوست می‌دارد. و دیگرش جهاد فی سبیل الله در راه خدا جهاد کردن الله سبحانه و تعالی چیکار می‌کرده است؟ دوست می‌داشتش انشاءالله. امروز وظیفه بهترینی که 2 چیز امروز برای ما شما یعنی هم فرض و قرض است. یکیش 5 وقت نماز خوندن، یکی دیگرش است انشاءالله خدمت پدر و مادر به جان و دل کردن. وظیفه هر یک فرد مسلمان است عزیزان من انشاءالله.
مریم این خدا خواهد چیکار کنین؟ حرکت کنین انشاءالله. خود تو خانین، زن تو خانت، بچه تو خانت، دخترها تو خانت، نیوراها تو خانت، در یک خانه چقدر چند کسی باشه باید همه نماز بخوند. بنده خدا همون وقت بنده میشوی که فرمان الله انشاءالله خدا خواهد بجات بیاری انشاءالله خدا خواهد. 5 وقت نماز انشاءالله خدا خواهد ادا کنی. همه شما خدا خواهد. شما پرزیدنت خانه هستی عزیزانی من، از یاد نبرار. ما در خاندان پرزیدنت هستیم، همچون پرزیدنت دنیا. و زنی ما و شما وزیری ما و شما است، جانشینی ما و شما است. و دخترها و بچه ها و عروسامو همشی است و یا کارگرانی ما و شما است. باید که ویها فرمان ما و شما را بکند و فرمان آفریدگارش الله سبحانه و تعالی را بجا بیارد عزیزانی من. همین است حکم اسلام، همین است انشاءالله خدا. 5 وقت نماز بخون کارت بیپی انشاءالله خدا خدا. ای جان در درد میمونی. 5 وقت نماز بجا بیار، بنده خدا امت محمد صلی الله علیه و سلم میشیم عزیزانی من خدا خواهد انشاءالله. در این باره صحبت کنیم، صحبت بسیار است، لیکن با موضوع اساسی میگردیم انشاءالله خدا خواهد. سوال دادین که آیا در روزهای مرده خاندانی که میت میشود طعام خورده میشود یا نه؟ سوال اساسی همین است انشاءالله. من با یک چند دلیل کتاب ها که برای شما میارم عزیزانی من، یک چند کتاب که دلیل میارم شما. خیال نکنه که انشاءالله خدا خواهد یا که از یاد از فکر نه. این کتاب عزیزانی من دینده سوالم بار گفتگی کتاب است. همه کتابخانه های ازبکستان در فروخته می شود. این کتاب دینده سوالم بار، یعنی مرحوم انشاءالله عثمان خان علیموف که پیشتر از این انشاءالله خدا خواهد حاضره پرزیدنت مسلمانا جناب خدا خواهد شیخ نوریدین حاجی پیشتر همین انسان بودن. همین انسان بیان یک جای عبدالعزیز منصور کتی که یکی شیخ های انشاءالله ازبکستان زمین هستن. این بسیار انسانی علمدار معتبر شخص هستند. همین انسان که یک جای همین سوالای ضروری ده جواب داده هستند. از همین کتاب من برای شما خدا خواهد چندین دلیل میارم انشاءالله خدا خواهد. امام قرطبی رحمت الله علیه میگن که در خانه که تعزیه می شود، اعضا برپا می شود، گفتیم ما شما مصیبت می آید، خاندانی که میگد چی کار باید کی کرد؟ 1 روز میگد یا که 7 روز مانند همین مخصوص روزها. ما شما 3 7 20 40 سال میکنیم که مخصوص روزها میکنیم دیگه، طوری مخصوص، چون که این عادت شدگی است. اگر از این روز بیرون کنی قبول نمیشود. ایمنه همین روز کردن در کار، همین روز نکردی افطاریتت نود میشود. چوکی ما برای پکزوخه میکنیم یا نمی؟ چوکی آدم ها چی میگد؟ من چندین برادر که دی همسوبش دگیم برای چی همین روز ایمنه 3 میکنی گوی مردم ها گرد میزنن نگه یا نمی؟ حقیقت این نادرست کم نیست. وقتی که او چیز برای مردم شد وی حرام شد، وی ریا شد عزیزانی من. برای مردم پکزوخش ریا می شود. ریا گفتگی چیز خودنشانتی. الله سبحانه و تعالی در چندین جای قرآن کریم برای ریاکاران وعید سخت کرده است. من یک سوره ای که هر روز میخوانش، هر روز 5 وقت نماز میخوانش، همین برای شما میارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره ماعون است، به ارایت الذی مشهور است. هم نمیخونید. استعیذ بالله. ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون و یمنعون الماعون. آیت های آخرین ده الله سبحانه و تعالی میگه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر حال آنانی که دیده و دونستن نماز قضا میکنن.
دیده و دونستن فرمان خدا را تأخیر میکنن. میداند نماز لیکن نماز نمیخواند. میگه خدا وای بر حالش. وای معناش چی است؟ کلمه تاجیکش وای میشود. وای یک معناش، وای گفتگیش در دوزخ یک وادی است. الویل فی جهنم وادیون. ویل در جهنم یک وادی است که دیگر طبقه های جهنم ده بودگی از وی چی پناه میطلبیدن که پروردگارو ما همین کامره داخل میکنیم. دوزخ 7 کامره دارد و پراولایشی دارد انشاءالله لازمان. مالک دوزخ میگن پراولایشی 19 معذب دارد، عذاب میکنه که فرشته‌ها 19 دانه است که میلیون آدم ها را چیکار میکند؟ عذاب میدهد. همین میگه کسی که نماز دیده و دونسته قضا میکنی از الله بترس. بخوان انشاءالله خدا خد نماز. هم یراؤون، کسانی که میگه ریا میکنند، خود نشاطی میکنند تا که مردم گپ نزنند، مردم نخندند. همین وای بر حالش. خدا میگه دوزخ با جای کسانی که فقط برای ریا میکنن، برای من نمیکنن. میگه بینید نزانی من، همین ریا همین است. علما گفتن که ریا و شرک، ریا شرک است. این ریا چی است؟ مردم ترسی. از ترسی مردم ما میکنیم و فرمان خدا اونجا میموند. از ترسی مردم ما اجرا میکنیم این کار. از زانی من بینید و یمنعون الماعون. سین وعیده که خدا میگه کسانی که حق همسایگی را منع میکنن. حق همسایگی میدونن چی است؟ آب است، علاب است، پل است، قطیق است، شیر است، تبار است، اره است. این آریت میگه شریعت. کتاب یک آریت است. 52 شریعت کتاب دارد. یک کتابش آریت است. معنای آریت وقتینچه دادن اشیای خواجگی خانه. وقتینچه همسایه من گفت که بلتته جوره یک زمین بل کنم، اگر داشتاشی نگوی تو خدا خود کذابی. یا تبار تته گفت یک شاخک ما برم، گفتی که نیست. یا که ساعتی 10 شب آمد گفت که جان همسایه جان بچم در اپراس یا غلطید یا میده پول در کاره. این بایای بخیل با چی میگه؟ باید پول داده در شب نمیشد. اگر مبادا بچهش وفات کنه تو قاتل هستی پیش الله. تو آدم کش حساب میشی. که گفت که در شب پول داده نمیشه؟ اینا از کجا یافتی؟ اینا بایای بخیل منسکی. پس همین سال خداش نشیار کرده گرفتن. یا بیچاره گلینی بچهش ورم کرده است، شیر در کار است. 10 شب آمد گفت که همسایه جان یک پیاله شیریم ته. نه در شب شیر داده نمیشه. گاو خواب میکند. گفتی تا از کجا دانستی گاو خواب میکند؟ که گفت که شب شیر داده نمیشه. وای بر حالی کسی که این عمل میکند. این همش دروغ است. این دشمنای اسلام ما و شما را برای مهر و محبت یکدیگر نکردن، بعضی عملا را جاری کرده پرتافتن. زانی من وای بر حالت. دوزخ ایجاد اگر نتی همسایت خدا خواهد انشاء. حتی میدونی که همسایه از بازار میگه اگر مبادا یک گلاس بیاری 1 کیلو 2 قوزه گلاس میتیش. 4 تا خربوزه بیاری چه میتیش. اینو نبرد. حق همسایگی همین است. نان بندی زن تگو نانش بتید. افقاد کنی افقادش بتید. مهر و عاقبت در اسلام است. افسوس که ما اسلام دور شده. ولی این شرک است. از زانی من خدا خواهد انشاءالله. در همین میگت مرکه 3 روزگی را من میگم شما را 3 روزگی نه تعام تیار کردن میگه آدم ها را دعوت کردن. این از آدنین کارهای جاهلیت است. بینی این میگه در اسلام نیست. اسلام ده نیست. 20 و 40 و 30 نیست اسلام ده. در کذات کلمه نبته خدا خواهد انشاءالله که پیامبر صلی الله علیه و سلم 6 فرزندش در پیش مرد. میدونه 6 فرزندش مردگیه. 3 بچه 3 دخترش. یکتش بعد 6 ماه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها مردن. چندین زنش مرد. خدیجه مرد، امکاش مرد. آیا رسول الله 3 روزه کرد؟ یافته من. اینا دشمنای اسلام کردن ما و شما. دشمنای اسلام ما و شما برای بای نشیدن
پولدار نشیدن، خانه زبان نشیشتن، ماشین زبان نشیشتن، ما شما را ایستانش کو کردن، جاری کردن، پرتافتن. عزیزان من خودش نمیکند میکی. دیده یگان یهودی خانهش 20-40 سال ملاش سلش در کلش برفته شیشته. دیده همه در شهری روز زندگی میکنی، همه روزها را میم ریا نمی. دیده 40 روز در خانهش خدا خواهد شتا شد در کورپچه ها را انداخته تنها کرده، خدا خواهد منتظری کدوم ملا میاو کدوم آدم میاید. های نیست. الحمدلله نمیکنن. ما چیکارش میکنیم؟ میکنیمش. وقتی که میگد میت از خانه میبراید، یکم روز، دویم روز، سوم روز، هفتم روز طعام تیار کردن مکروه است. کتابی بزازیه، در کتابی بزازیه 3 و 4 و 5 و 7 طعام تیار کردن مکروه. مکروه میدونین چی است؟ مکروه چیزی پلید، چیزی بد، دادری حرام است. مکروه. ببین وقتی که میت میگد میگذرد، در همون خاندان طعام تیار کردن ممکن نیست. کتاب خلاصه منه بهترین کتابای چی است؟ فتوای شرعی است. در کتاب خلاصه عموما چی نمیگن؟ یعنی طعام دادن ممکن نیست. وقتی که میت میبرد میگه تا 3 روز اعضا گرفتن ضرر ندارد. عزیزان من اعضا 3 روز است. 3 روز، از 3 روز زیادش حرام است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چندی فرزنداشون میمردن، در مسجد 3 روز میشیشتن، صحابه آمده تعزیه بیان میکردن میرفتن. 3 روز. بعد 3 روز با رسول از پی دعوت میشید، از پی فرمان خدا میشید. 40 روز نمیشید در مسجد. بیا یکن من ششلیک بیاره، من سموسه بیاره، من فطیر بجاز بیاره. من بچه یکم مرد بانکرات شدم. از کجا یافتی؟ باور میکنی من همه کم میگم مالی میرم با سهر میکنی؟ چون که ایمانی ما شما کامل نیست. ما هممون زده هستیم. از زن میترسه. زن فرمانش از فرمان خدا بالا میسته، از خدا نمیترسی. زنک نموند. زنکا چی گفته؟ تاقی مونده گشته ناشن در کوچه. زن تو نزورت نرسیدم بعد چی در کارو خیلی مرد منده. اگر از فرمان خدا میترسیدی هرگز گپی مردم گپ نمیکردی. مردم مرده را گپ زده. گپی خدا زوره می گپی خلق گو. پگه خدا خواهد گور میدرایی این جورت نمیدرایه، اکد نمیدرایه، دادرت نمیدرایه. روز قیامت همین جوره و دادرت میگریزه. خدا وعدش از سوره عبسه خون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی. خدا میگه قیامت همیشه روز است که بیچاره پدر در اینجا تا دم مردنش بچه‌ام میگه یا نه. روز قیامت می اومد از نزدیک بچهش، بچه جانم یک ثوابم نمیرسد، نمیتی من جنت درم؟ میفتست نمیشناسم من. بین برای چی؟ از ترسی خدا که از من حالم خودم چی میشوه. زن می اومد از پیش مرد میگریخت است، مرد پیش زن می اومد از میگریخت است. میگریختیم دیگرمون نمیشناختیم که حالی من خودم چی بشم، من تو ثواب میتیم من چی میشم. بینین این روز است برای خیال نکن. کدام یک بینماز میگه که من تا آقام مولا بودو روز قیامت دومن شمه کپم و من جنت میرم. من تو می بدبخت و تا آقا دومن ندارد، همه مادرزاد لبلیج میخیزی.
مادرزاد لبلیش میخیزی پیش خدا. قیامت گفتگیش قام یقوم و قائمون مصدر است، راست ایستادن است در پیش. نمیشینیم شیشتن در اجازتت نیست، راست ایستاده جواب میدیم. این از محکمه های سودی است، میروی کلیت کنه میندازنت راست میستنی که شین اومده یه لغت با میزنن. روز قیامت هم پیش الله نراست میستی. خیال نکن با بوی همسایت، با بوی اکد بکو، بوی دادرت تر نتراش. امروز خودت گیر، خودت کردگی. مال و زن فرزند همه دشمن بود بر جان من. توشه من همراه من، ایمانی من ایمانی من. عزیزی من این همش میگریزد میرود، همش میموند. سه روز خدا خواهد ضرر ندارد بشینین. بعد 3 روز همه پراکنده شود. بعد 3 روز انشاءالله تقصیر شوید انشاءالله خدا خواهد. در کتابی چی؟ یعنی زیلن گفته این کتاب نه آوردگی است عزیزان من. وقتی که میود میبرد عزیزان من تا 3 روز میگه دوام داده، با طریق ضیافت شکلش میگه آدمان یعنی میگه طعام دادن مکروه و این یعنی بدعت خنک است. کتابی ابن حمان شرح هدایه کتاب شده است. ببین دلیل من به دلیل گم نظر سادم. من از خودم فکر نبرد این شما گویی که دوملا فقط از خیالش یا که از فکرش نه. من هر یک کتاب همین کتاب را ولغ زده مینه. شما در باب تعزیه بینین خدا خواهد کتاب را. در وقتی که مصیبت میگد با شکل ضیافت طعام دادن حتی مکروه تحریم است. میگه مکروه تحریم به حرام نزدیک است. ببینید برای چی؟ چون که خودش مصیبت است. آخه نامش تعیین یا اونجا چایخانه نیست، اونجا رستوران نیست، باغ یک آرام نیست. بیچاره وای خودش پدرش گم کرده دلش ریشه، مادر زارش گم کرده دلش ریشه، فرزند شیرینش گم کرده دلش ریزه و بیا مانده ششتیک بیار گوبت میگیزد ای گلنت. این گم کردن این نزدیکا این مصیبت سخت‌ترین است عزیزانی من. ولی بچه مرده را از بچه گم کرده را از بچه گم کرده پرس. قدری پدر میگه از به پدر پرس، قدری مادر از به مادر پرس. ولی تا مرچه نگزیده است، ولی بالا ناومده است که بعد از گلنت هیچی نمیگذرد. تا 1 هفته ها بخیمی پیامبر اسلام وفات کرد، صحابه 7 هفته ها بیهوش شدن. به یادش نزد که بیا که محمد گوسفند شخرید. ما شما این مرده گور نکنه بعضی با جوان ده اول مال کشیده تار که میموند. مرده کشید خلاص شدیم خیریت شکر. گفته که نعمت بوده سکوه. بینین عزیزانی من کجا رفته هستیم؟ ما مسلمانیم الحمدلله. منم کتاب میگه زیرا که میگه در غم و تشویش مناسب نیست ضیافت کشیدن. میگه کتاب برای خودش غم و تشویش، خودش ماتم اونجا خونه. بینین اگر میگه در بین با میراث خوراش گفتیم، این شیخ محمد صادق محمد یوسف یکی بهترین انشاءالله شیخی عزیزی خدا خود ازبکستانی ما و شما خدا رحمت کرده باشه، قولی همون برای استاد هستن. میگن که اگر در خاندانش مبادا صغیره باشد، کودکای میده داشته باشد، در اونجا میگه طعام خوردن حرام است. ماویا یاردم کم در کار، ماویا خاندار کم در کار، بچه ختنه نکرده پول جمع کرده ختنه کردم در کار و یا آردو آش و برنج برده زترید کرده و یا تا کلانچهش خوردنش در کار حرامه. گفته اگر در همون خاندانش پدرش یتیماش هست، مید یکی مید دیگه کودکاش هست، اگر میگد نباشد، میگد فقط طعام تیار کرده کم بغلکان را تقسیم کرده دادن است. ما نمیکنیم. بیچاره کم بغل با همون با سر اوقات میخورن. پیامبر که بدترین طعام همان طعام است که در وی فقط شکم سیرا میشینه. و بیچاره کم بغل با هم بالای دیگ نم جنم سرش میکنم با مینوزنش با
نه یک جا اومد گفته بدبخت بینیش با جیج میکنن، پاورم بیچاره مینازش، دیگر هم مینازش، صاحب خونه بره سر برش نبینه میشه. یک علمای بزرگ در کتاب میگن منی دعاه بالنبی ولو کره الفقراء والمساکین فدعواه کذب. کسی که دعوا میکنه میگه که محمد پیغمبری منه، دعوا کنه میگه. اگر میگه کمبغل و بیچاره را بدبینه وای دعواش دروغه، چون که پیغمبر علیه السلام فقط کمبغلا بیچارا کتی یک جای زندگی میکرد. ما امروز کجا رفتیم؟ پای کی؟ عزیزی من خودت سوال ته، آیا یک روز خودت کمبغل شو بای باشی و بعد یک مرکه فیراده نکنن یک بار مرد زنده میشی؟ ولی ما دوستاری به ها باشیم، کمبغلان انشاءالله خدا خد کنیم. عزیزانی من 7 20 40 سری سال لباس سیاه پوشیدن، با آواز بلند گریستن، در تا 1 سال توی نکردن، یعنی این مراسم دروغ است. انا کتاب این در یگان جای شریعت نیست عزیزان من، این دروغ است. این همش نه که 24 بعد 3 روز همه تقسیم شه برین، دروازه را محکم کنین، از پی زندگی شین انشاءالله خدا خد. کدام یک از طرف شما طرف پیش من رفت میگه داملا جان پدر و مرد باد و بایاف ما خوردن، تالا و تاراجم کردن، قریب 10-15 میلیون پولم برفت، خودم بیچاره پدر ما بزرگ گور کردم، لیکن اومدن گرفتن 23 روزه میکنی، 20 میکنی، 40 میکنی، فلان میکنی، همش کردم، امروز بانکرات شدم. چیکار کنم؟ آدمایی که بچه ندارن عزیز من و کی یافته میتید، یا که آدم است که فقط دختر دارد بیچاره، از کجا یابد؟ ما اینقدر بیرحم هستیم، اینقدر ظالم هستیم. ترک کنین این چیزا را، همه چیزا را که امامای مسجد نمیکند نکند، لیکن بعضی دامنه که در محله ها هستین اونجا را شتاب کرده میگیرین. من روان دورمدم، فاتحه دورمدم، یک ملا شتست بالانده بدی فاتحه اکتا سوال داد، حضرت گفت همه 20 و 40 هست در اسلام؟ تا من که جواب دادم همون ملا جواب گردون گفت که در اسلام نیست. من گفتم نباشد خیز برا وقته چیکار که رنگ تزرد کرد در اینجا شده، همین تو نبیایی هیچ کس همین خاندان نمیدراید. خیز ایجاد گفتم شگت کن تو با دهن گفته که نیست نباشد، چی میشینی در اینجا؟ شریعت بیزنس کرده نگی، دین بیزنس نیست. دین میدانی چی است؟ دین رساندن خبرهای خدا به مردم است. خیلی توش خوردی بیچاره را، عقیقش خورده ساده، ماشین خریده ساده، فیراد داره، دخترش براده ساده، بچه زن داده ساده، خورده ساده، اگه یک مردش نخری نخواه یک شاخ و دم براری. نکنی عزیزان من، اگر از خدا بترسی نترسی کاری تو. کدام ملاها است که در محله هستی از خدا بترس، کاری که در اسلام کن نگفته کنیش جواب میتی پیشی الله نه. دروغ گوی تو امتی محمد نیستی. الکذاب لا امتی گفت محمد، دروغ گوی امتی من نیست. خواه گفت من به تو سخت رسد، حق همیشه سخته، ما را خدا مجبور دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک. ای پیغمبر، ای جانشنای پیغمبر، خبرای من به مردم رسون. قل الحق فان کان مرا، گفت پیغمبر حق گو، اگر چند تا نفرت کنن در تویش نگتم ترا ای مرکش برارم. حقانی که میگیم. درباره گریه میگم، گریستن
در میتم نوحه کردن، ناله کردن حرام است عزیزان من. حتی پیغمبر اسلام حدیث است و یعذب موتاکم بمانی، عذاب کرده میشد مردگان شما با گریه شما. عزیز من وقتی که تو گریستی مرده تا عذاب میتیان، کاش که تو با خوشلو گریه کنی. با چی میگه ما؟ کجا رفتی؟ کنده دولت بدی؟ بهتر که ما چیکار میکنیم؟ بانکروت بشیم. اگه ما تمام همین گپ ما شنیده سودم از مردم یا نمی که محمد به پدر چیکار کرد؟ این سوال من جواب یا محمد در 6 سالگیش بالکل یتیم موند. 6 ماهه بود در شکم مادرش، پدری بیچارهش وفات کرد. 6 ساله بود مادرش وفات کرد. محمد کی تربیه کرد؟ رب کردش. محمد سوال کردن که یا محمد جان اینقدر زیباگی، اینقدر لوز شیرینی، اینقدر مناسبت خوبه کی یاد داد؟ این آدابکای که کی یاد داد؟ نگفت ابو طالب، عبدالمطلب نگفت ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. من نگفت خدام آداب داد و بهترین آداب داد. گفت اینه اگر به خدا تکیه که گشنه نمیمونی، به خدا تکیه که تشنه نمیمونی. از زان من گیرستان اسلام ده هست، فقط آبی دیده کردن است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابراهیم گفتگی فرزند شد در دست شد جان دادن. این فراق فرزند بسیار دشوار است. باور میکنیم بعضی آدما دیوانش دست است از فراق فرزند. نیم داملا میتیم بای بدن سری کندن ملیسا بدن بشناسیشو وفات کردن، خدا رحمتش کنه باشه. همین برادر که من هم صحبت شدم گفتن بچم 18 سالگیش نگفتن وفات کردن. همین خیلی طاقت نکرده گفتن 6 ماه در کی لزر برمده گفتن داد گفته گشتم. داد گفته گشتم. کوهان نوا دادم از بی‌طاقتی. وقتی که ابراهیم وفات کرد 3 بچه زیبا که رسول الله در کودکش وفات کرده بچه هاشون دختراش کلونش دیگه. وقتی که رسول الله آبی دیده کردن صحابه سوال دادن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم شما میگه که در میت گریستن نیست، نه که شما امروز گریه میکنین کو؟ گفتن رسول الله من شما را از یعنی داد گفتن، رو کندن، مو کندن، خداتون زدن، پاچکاتون لیچ کردن داد گفتن من میکنم. این آبی دیده آبی رحمت است که نسبت فرزند من. آبی دیده کنن زن ها تو، شما آبی دیده کنین نیکی داد نگو. بگو زن تا فهمان انشاءالله نوحه حرام است. حتی لعنت کرده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. من در حدیث چونی میاد از زانی من کدام خانه که میگه تعزیه میشود روش کند گریبانش چاک کند خودش برای قریب مردن هلاکت نبزند همون زنده لعنت خدا باد. حدیث است این حدیث صحیح. کدام زنی که وقتی که وفات میکنه خانهش نه یگان کسش روش کند موهاش کشد گریبانش چاک کند خودش زند پاچکی لیچ کند یا ویلا کند پیامبر که لعنت خدا بر همون زد باد. لعنت میدونین در دنیا یگانه کی است؟ یگانه لعنت فقط شیطان است. خدا قرآن سوره صاد نگفت که و علیک لعنت الی یوم الدین، لعنت ما بر تو باد ای شیطان تا روز قیامت. ما رحمتیم. معنای لعنت میدونه چی است؟ معنای لعنت ناامید از رحمت خدا گفتگی است. ولی بعضیاتون بچه‌ها خوب تنالت میکنی، زن تنالت داری یا زنای شما خدا خود مادر شده است، همین بچه‌ش یک کار ندم پدرت لعنت. معنی چی است؟ دعای بعدش داری که از رحمت خدا ناامید شو، از رحمت روزی میشد ناامید میشود. دوم حدیث یگان شخص افتن نزدیکش اگر وفات کند با آواز بلند گریه کند موهاش کند روهاش کند لباساش کند وای از ما دور است. گفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه امتی محمد نمیشود. عزیزان من زناتون رسونین. شما کانال ما داریم صدای قرآن داریم. خدا خواهد بدی 1 ساعت 2 ساعت این
موضوع در کمال پرتافته می شود. مونی زناتون نه. اگر خدا ترس باشد با بعضیش میگفت است این سفسطه است. اگر که به خدا و رسول ترک کند کافر می شود. یاد نبرد. این سفسطه نیست. من همون زن شما نمیسوزم، شما نمیسوزیش. من همون دختر شما نمیسوزم، شما نمیسوزیش. کدام یک دختر پیش من رفت گفت داملا جان من نه خانه دار شده اومدم یک خانه کیلن عروس شدم. داملا بعد یک هفته نشید که اتش مرد. مونده گفت 5 سال لباس سیاه میپوشیدن. گفت 5 سال 4 سال پوش باید دیگهش مرد. با کمی لباس عروسی میپوشم گفت باید دیگهش مرد. گفت 12 سال است لباس سیاه کتی عمرم گذشت. او عروسی لباس چی شده که از کجا گرفتین شما این چیزا؟ و بعضی وقت زنها تو میپوشن اگر در شب بینی تلخت میکفه. وای وای اوجیست سوپ سیاه. تا همون لباس در بدنش است نمازش الله قبول نمیکند. دقایق الاخبار تو کتاب است. کسی که لباس سیاه میکند غم میگیرد تا همون لباس در بدنش است میگد نمازش خیر انسانش الله قبول نمیکند. کدام زن در تعزیه است؟ کدام زن عده میدارد؟ عده من کتاب میگد بغیر از شوهرش دیگه یگان زن و مرد نه از 3 روز زیاده حرام است. کسی که شوهرش میمرد همون زن چیکار میکند؟ یعنی 4 ماه 10 روز عده میدارد. اون معنایی که نه مدتی که خودش زند و روش کند و نه، فقط لباس زیبا نمیپوشد و نه خواستگاری نمیکنن تا 4 ماه 10 روز یگان کس خواستگاریش نمیکند. این شریعت برادگی قانون برای چی است؟ قرآن است. سبب که تا 4 ماه حاملگی او زن بعد معلوم بشود. این شأن همون زن حمایش است. میدانین مبادا اگر گیم که بعد 4 ماه 10 روز گیم که بعد 6 7 ماه اگر شوهر کند و حامله دار برد ما و شما او زنه که تنه میکنیم گندگر یا که یگان زنا کرد برای حمایت همون زن همون مرد انشاءالله نام و نشانش گم نشیدن افرمی نشیدن شریعت برای همون زنی که شوهرش میمرد یعنی عده مرد دارد. خلاص دیگه یگان کسی که کدام زنی که اتش میمرد اکش میمرد بچهش میمرد و هم 3 روز است. عزیزان من